تا حالا فکر کردید پزشکا چطور میتونن جریان خون رو توی رگای شما ببینن، اونم بدون حتی یه برش کوچیک؟ خب جوابش یه تکنولوژی فوق‌العاده است به اسم سونوگرافی داپلر. توی این برنامه میخوایم با هم رمز و راز این تکنولوژی باور نکردنی رو کشف کنیم. بیایید با این جمله خیلی مهم شروع کنیم. این جمله فقط یه پیشبینی ساده نیست، یه واقعیته که همین الان داره اتفاق میفته. این تکنولوژی داره تبدیل میشه به یکی از ابزارهای اصلی و ضروری برای تشخیص سریع و دقیق درست همونجا کنار تخت بیمار. خب اینم از نقشه راه ما برای امروز. از پایه‌ترین مفاهیم شروع می‌کنیم و قدم به قدم جلو میریم تا برسیم به اینکه چطور یه تغییر کوچولو توی زاویه میتونه نتیجه تشخیص رو از این رو به اون رو کنه. بسیار خوب، بریم سراغ بخش اول. ببینید همونطور که گوشی پزشکی برای شنیدن صدای قلب و ریه یه چیز واجبه، سونوگرافی هم دیگه تبدیل شده به یه ابزار اساسی برای دیدن داخل بدن. دیگه یه دستگاه تخصصی و عجیب و غریب نیست که فقط تو بخشای خاصی پیدا بشه. نکته کلیدی دقیقاً همینه. دیگه تشخیص فقط محدود به آزمایشگاه و اتاقهای تصویربرداری نیست. این تکنولوژی قدرت تشخیص رو آورده درست کنار تخت بیمار. این نکته خیلی مهمه. خب حالا بیایید بریم سراغ قلب این تکنولوژی. قبل از اینکه برسیم به خود داپلر، اول باید بفهمیم که اصلا سونوگرافی معمولی چطوری کار میکنه. قضیه خیلی جالبه. همه چیز با صدا شروع میشه. ایده اصلیش واقعاً ساده است. دستگاه یه سری امواج صوتی میفرسته و بعدش به پژواک‌هایی که برمیگردن گوش میده. میدونید دقیقاً مثل یه خفاش که تو تاریکی با همین روش راهش رو پیدا میکنه. پردازنده دستگاه میاد این پژواک‌ها رو تبدیل میکنه به یه تصویر سیاه و سفید و خاکستری که ساختار اعضای بدن رو به ما نشون میده. خب تا اینجا ما یه عکس ثابت از اعضای بدن داشتیم. ولی اگه بخوایم حرکت رو ببینیم چی؟ مثلا جریان خون رو، اینجاست که جادوی اثر داپلر وارد میدون میشه و به این تصویر ثابت جون میده. خیلی ساده بگم داپلر یعنی تحلیل تغییر فرکانس امواج صوتی. وقتی گلبولهای قرمز خون به سمت اون پروب دستگاه حرکت میکنن، فرکانس موجی که برمیگرده بالا میره. وقتی هم که دور میشن، فرکانسش میاد پایین. دقیقاً مثل صدای آمبولانس. دستگاه هم با اندازه‌گیری همین تغییر کوچیک میتونه سرعت و جهت جریان خون رو حساب کنه. خب ما دو تا روش اصلی داپلر داریم. یکی موج پالسی. این یکی مثل یه کاراگاه خیلی دقیقه. یه پالس کوتاه میفرسته، بعد صبر میکنه تا جوابش برگرده. این روش خیلی دقیقه، ولی خب برای سرعت‌های خیلی بالا یکم محدودیت داره. در مقابلش موج پیوسته رو داریم که مثل یه رادار همیشه روشنه. بیوقفه موج میفرسته و دریافت میکنه. شاید دقتش یکم پایین‌تر باشه، ولی در عوض هیچ سرعتی رو از دست نمیده. و حالا این تصویر تفاوت این دوتا رو به شکل فوق‌العاده‌ای نشون میده. سمت چپ رو ببینید. موج پالسی سرعت رو حدود 84 سانتی متر بر ثانیه نشون میده. اما سمت راست موج پیوسته برای همون جریان خون سرعت باور نکردنی 400 سانتی متر بر ثانیه رو ثبت کرده. این یعنی چی؟ یعنی اگه فقط از موج پالسی استفاده میشد، اصلا مشکل اصلی تشخیص داده نمیشد. خب حالا که با روش‌ها آشنا شدیم، بیاید یه نگاهی هم به حالت‌های مختلف داپلر بندازیم. اینها مثل ابزارهای مختلف توی یه جعبه ابزارن که هر کدوم برای یه کار خاصی استفاده میشن. اولین ابزار داپلر طیفی هست. این حالت به ما یه نمودار میده. این نمودار در واقع داره داستان حرکت گلبولای قرمز رو در طول زمان برای ما تعریف میکنه. شما میتونید قشنگ ببینید که چطور با هر ضربان قلب، یعنی تو فاز سیستول، سرعت به اوج میرسه و بعد تو فاز دیاستول یا استراحت قلب کم میشه. ابزار بعدی داپلر رنگیه. همونطور که از اسمش پیداست، میاد روی اون تصویر سیاه و سفید جریان خون رو رنگی میکنه. قانونش هم خیلی ساده است. رنگ قرمز یعنی جریان خون داره به سمت پروب میاد و رنگ آبی یعنی داره از پروب دور میشه. همین نقشه رنگی ساده ولی قدرتمند به پزشک کمک میکنه تا با یه نگاه جهت‌های غیر عادی جریان خون رو تشخیص بده. و اما میرسیم به داپلر قدرتی. برای این حالت جهت جریان اصلاً مهم نیست. فقط به خود وجود جریان حساسه. بزرگترین قدرتش هم همین حساسیت فوق‌العاده‌اش. به این دو تا تصویر نگاه کنین. داپلر قدرتی میتونه ضعیف‌ترین جریان‌های خونی رو، اونایی که داپلر رنگی شاید اصلاً نبینه، خیلی واضح نشون بده.
جالب اینجاست که پزشکا میتونن این حالتها رو با هم ترکیب کنن. مثلا دوپلکس یعنی همون تصویر سیاه سفید رو داریم به اضافه نمودار سرعت و تریپلکس یعنی هر سه تا با هم، تصویر سیاه سفید، نقشه رنگی جریان و نمودار سرعت، همه به صورت همزمان روی یه صفحه. این یعنی یه حجم فوق‌العاده‌ای از اطلاعات فقط با یک نگاه. خب تا اینجا با یه سری ابزار خیلی قدرمند آشنا شدیم، اما یه نکته حیاتی وجود داره. این تکنولوژی فقط و فقط به اندازه مهارت کسی که داره ازش استفاده میکنه کار آمده. تکنیک واقعاً همه چیزه. همه چیز به یه عامل کلیدی بستگی داره، زاویه. این تصویر خیلی خوب نشونش میده. اون خط سبز پرتو سونوگرافیه و جهت جریان خونم که مشخصه. زاویه‌ای که این دوتا با هم میسازن بهش میگن زاویه دوپلر و این زاویه برای اندازه‌گیری دقیق نقشی حیاتی و اساسی داره. یه قانون کلی وجود داره. زاویه باید زیر 60 درجه باشه. ایدئال ترین حالت صفره. یعنی پرتو دقیقاً همراستا با جریان خون باشه. ولی حالا سوال اینه، چرا این عدد 60 درجه اینقدر مهمه؟ و این اسلاید جواب این سوال رو به تکان دهنده ترین شکل ممکن به ما میده. این دو تا تصویر رو خوب نگاه کنید. هر دو از یک رگ گرفته شدن. تو تصویر سمت چپ با یه زاویه اشتباه 70 درجه، سرعت فقط 36 سانتی متر بر ثانیه اندازه‌گیری شده. اما تو تصویر سمت راست فقط با اصلاح زاویه و رسوندنش به 40 درجه، سرعت واقعی که 103 سانتی متر بر ثانیه است به دست اومده. این تفاوت عظیم فقط و فقط به خاطر تغییر زاویه است. پس نکته حیاتی اینه، توی زاویه 60 درجه خطای اندازه‌گیری میتونه به 50% برسه. این یعنی چی؟ یعنی ممکنه پزشک یه تنگی خیلی شدید توی رگ رو به اشتباه یه جریان خون کاملا عادی تشخیص بده و این یه خطای تشخیصی فاجعه باره. خب تو بخش آخر بیایید همه این اطلاعات رو بذاریم کنار هم و ببینیم که چرا رعایت این جزئیات فنی برای سلامت بیمار تا این حد حیاتی و مهمه. برای اینکه یه تصویر بی‌نقص و قابل اعتماد به دست بیاد، پزشکا باید یه چکلیست دقیق رو دنبال کنن. از تنظیم کردن گین و فیلترهای دستگاه گرفته تا تنظیم مقیاس سرعت و از همه مهمتر نگه داشتن زاویه زیر 60 درجه و ثابت نگه داشتن اون پروب. هر کدوم از این قدم‌ها برای اینکه تشخیصی که بر اساس این تصویر داده میشه درست و دقیق باشه کاملاً ضروریه. و در نهایت همه این بحثا ما رو به یه سوال جالب میرسونه. سونوگرافی داپلر که یه زمانی اوج تکنولوژی پزشکی به حساب می اومد، امروز دیگه تبدیل شده به یه ابزار روزمره، مثل همون گوشی پزشکی. این پیشرفت سریع آدم رو به فکر فرو میبره که آینده علم تشخیص پزشکی قرار چه شگفتی‌های دیگه‌ای رو برای ما رو کنه.